ای گوسفندو، شما کجا شدید؟ از پشت شما به عقل ها شده به خواستگاری هجری دیر میمانیم. اکا کنعان، ما یک کاری خردکتی داریم. ما رو اجازه دی رویم ها؟ چی کار دارید؟ اکا ما یک کاری مخفی داریم. ای خربچه، مگر من به شما نگفته بودم که از دخترهای عزمی دور باشید؟ اکا ما با تو نی عزمی را گفتیم نه دختروشه. تا یک جو خیل کدی اکا؟ یکی اکا دختروش تنجی بدای. وایو ما را دوست میدارم، ما با وایو را دوست میداریم. اکا کنعان، عاشقان رو جدا نکن. علنه؟ حشرات ها، اگر شما رو یک بار دیگر در اطراف دختری عزمی ببینم، پیش از او من شما رو میپرانم. مرا با وی دیوانه سر به سر نکنید. برگم شه، من بطرنمیک نیستم. حیوان فهمیده؟ آسیا گوش که من میرم، نه که دختر خوزگاری نمیکنم، تو خوزگاری میکنی، من خوش نمیشم. اوی چل میشوه آقای سعدی؟ آخه تو دومود میشوی؟ من همی گفت گفتیستم، من همی دختر را نمیخوام. من هم نمیخوام. گوش کنید، من هم نمیخواهم. بس است، من خودم میکنم. سلام علیکم جناب سعدی، زودتر رفتیم. بابای قادر انتظاری رو دوست نمیدارد به خدا. حاضر میگیرم همی قادرت سر پرم وایرام شدگی اگر رگ لکن. مبارک باشد. انشالله دختر را میدهم. ای صغیره، تو کی؟ در پایان خانه من چی میکنی؟ من مراد نو آمدم. همی خیل خوش آمدی مراد. خوش باشید. مبارک شود. خوش آمدید، مبارک باشد. رحمت، خدا شما را هم خوشبخت کند. رحمت. خوش آمدید. کنی رفتیم باز در نمانیم. رفتیم، شما هم بیایید. اکا کنان جو، ما از پس کارمو شویم. اکا کنعان، به این هم آدم بسیار است میگویم. ما زیادتی نشویم ها؟ خوب، اما از دخترهای عزمی دور میشوید، وگرنه هر دویتان را میدونید چی کار میکنم. آشنا، این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو با آسانی نمیگیرد، وقتشون رو زیاد میگیرد. اکای کنون دیر میوید. با جهاز هردمون بریم با دخترای دوملو عزمی به حضور توی در آشنا نشونیدی اکای کنعان رو میکشم میگوید. با جه عشق خودش آدم میکشم، میفهمی؟ ای شوکت، اگر عزمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا، اگر من ایوهان میترسیدم در پاییز سوار نمیشیدم. شوکت، خیلی شده است که با پاییز ننشسته ایم. مترو دم نشته. هر دوش یک چیز نیستم. یک چیزم. ایش هم با اوهان ساختگن، اوش هم. یه بچه چی نگاه داری؟ ای برادر، چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی. چی میگویدین؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ جگرورم، ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنیه. تو در محله ما با بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دیتان را به درون میپرتایم. به درون میپرتم؟ گفته است خانه را در نظر داره. جورا محبس رو گفته ایستاده، از این پلیس است مگر؟ پلیس؟ خیلی افتخاره که در پلیس کار میگیرن. انشالله نیست که نه از محبس بر اومده هم. سبیل به یک قلط سفسطه نگو، من پلیس 1000 متر بینی میشناسم. پیسرم، شما کیم کی با ما باید وای مکده گپ زده؟ تو برادر کلتکل از شوکت نیستی مگر؟ بله، شوکت جان اصلی هم. اینو مرا یکشو میدونم. فکری ندارم. تو همکار سقراط جنایتکار سمی، شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر، تقدیر ما همین بوده است.
تمام برادر. تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگент هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیسم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد. سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است. این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید یعنی کمیسر مراد. از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوش میکشم. تو گوش گیرو میکشی چی گفته استودیا؟ سمی بدبخت دم تا بگی مگه پتا دو دیسم یا خدایا و حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان. عذر میپرسم رفیق کمیسر. این رفیق من بسیار بچه خوبه. روزش همه خیلی پراتیونیه نه که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه و نه که نمازش نمیخونه. ای بدبخت یگان چی بگو گپای من تموم شی. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسان توجی سر ما هستند نسبت اونو احترامی به اندازه داره. الان منم همین گپا گفتنی بودم نه که بدبخت پیش من گفت. از آدم خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده؟ ای مردک من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتکلاس خیانت کردی. کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکلاس گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست اما جنایتکاری وزنی بود. یعنی میگه ای پسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت ای پسش گپ زده است. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. ای پس او گپ نزن که بین. ای رفیق کمیسر از برادری من یگان خبر هست. البته با فکرم که او زنده است برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است ها؟ آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چه باشه؟ شوکت مرده است میگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که توهو جسدش پیدا نشد کو برای همین او رو پرسید. یکی باستم مرده است گویه برادرم. مرد نه مرده است برادرم که مرده. درد شوکت بسیار وزنین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و اغلب زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش ایستید. فکری تو را کسی پرسید؟ با شما هیچ به گپ در اومده نمیتواند میگویم. آیسته صحبت کنیم اما دایم زید میبراید. رفیق کمیسر درباره برادرم یگان خبری شود. من همین جایم. شوکت کرسافچ گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دید میلش. خوب رفته گم شوید. حالا گم شدیم. حالا هم همین جوید. اجازت شما باشم ما دفع میشیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. این سال دیوانه بودم. سگی گزنده. شغال ها. ابله ما ایستا گفتم کجا میره تو؟ این تازه گفتنی گپ نیست. تازه نه. تازهش اینه ایه. ایش بیس میشه و حیوانی چیه ها؟ استو چیسته؟ اسمس کن دخترکا بروی ها؟ می نویسم؟ تیسر نویس یادش کدم؟ اپا بچه ها در حوالی هستن. چی؟ پدرم باز نشنفد. ساز راحت خم میشم خیلی دستا بگی حیوان. اگر از میفهمد که ما با دخترانش وا میخوریم انیق میپراند ما. از میپرانم مایلش کمالی سیاف هم اگر کمالی سیاف پرانده نتواند زباید انیق میپراند. چه زورم اگر ما را به کپا اولادی میپراند. تو حیوان چه خیلی گپ زدی؟ ما اینجا مردنی اومدیم حیوان. شوکت مرا نترسان مرا. دیگه خیلی فکر رو بد تنگو احمد دیگر نمیگویم. انا جیگرک تو اومدنی. خدا سختی بجازو کدوم اصلا. من هم تو رو یاد کردم شوکت. مگر ما همیشه پینهانی ما میخوریم. کی از پدرم خواستگاری میکنی؟ وقتی که بمره. تو چی گفته ایستاده ای؟ رفته در بالای گروش به صدا خواستگارید میکنم اصلا. در زندگیش خواستگارید کنم به خدا هیچ وقت روزی نمیشه. وای ابله ها
وای احمق ها، مگر من این را از شما نپرسم؟ بدوز مرا سمی، باید جای دور رویم. من از تو جدا زندگی کردن نمیخوام. چیکار کنم دوستم مگر؟ باید دهه بحر رویم. تو آنجا ماهی میداری، من باشم برای تو خوراک میپزم. من ماهی میدارم. این چی خیلی میشود؟ خوب میشود. من اینش رو نمیدونم شوکت، مرا از پدرم خواستگاری بکن. جانم چرا مرا نمیفهمی؟ اگر خواستگاری از کنم و دیوانه مرا میپرونه. جانم تو پدرم رو خطا شناخته ای، او کسی رو آزار نمیدهد. پدری تو؟ بله، خودش از پشت یک زنی خود پیسند است. باز با یک پسر و دختر نفشینال شده آنها رو خانه‌دار کرده نیست. خیر خانه‌دار شدن بعد؟ نه، آنها دوست داشتند. دختر ما مردم در اینجا در حق زنگیری چون مرا خانه‌دار نمیکنه؟ بله. دختر هاز من تکلیف خانه‌دار شوی نکردم، تو چی قطعز بله گفتی؟ آخیران دایتان را خانه دشمن ها صلحیه نازیه بزمین. التماس جان بزمین نشنی پس تو پینها شما یا عشقاسی ها سمی گفتم که بیامی کارو نکنه. ای بدبختان از پشتی دکترهایم بیرون شوید. حیاتم مرا بدوز، من با شما بگونا نشان بساطی میدهم. بیارم. تو با من ماهی دوری رو میآموزانی. مرا گو با شوکت از گفی پدرم نمیبرم. آخی پدر شدن نمیخواهم. امروز آخی پدر شد من گناه تا به کلا میگیرم. التماس مرا باش سمی، من از گفی پدرم نمیبرایم. همین روز گوش نکن آخی. همین روز شما چگونه مرد هستید که در پشت دکترها پناه رفته با استاد شوکت راضی نشدم. ابلها صلحیه ما اینجا جان. بیایید. صلحیه ایستید. با شما را پرون چی؟ کلمه شهادت را بخوانید. صلحیه نکست. با آن دنیا تنها نروید. ها اگر ندانید من به شما یاری میدهم. اشهد الله. بخشیشم که من کلمه شهادت هم میدانم. تمام تیار باشید. پدر جان این کارو نکنید، در این سن سال با محبس نروید. ها در محبس پوسیدن مردنتان رو نمیخوام پدر جان، آنها رو نپرونید. ای چرا پرانم؟ تو را پرانم؟ او را پرانم؟ ها بگه. نه اقلا سمی رو نپرونید، شوکت رو پرونید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چرا شوکت رو پرونند؟ بگذار سمی رو پرونند. تمام. به خلاصه اید کی را پرانم کی را نپرانم از شما بپرسم. تمام دست کشیدم. نمیپرانم. نمیپرونی؟ نمیپرانم. ای سمی مبارک شما نمیپرونه. شوکت موسیم ده تبریک. شوخی کردم. کاری لاستیزم. من کجا میپرسم؟ اکه کنون التماس مورو نجاده از او کی هست؟ از میدینه. لعنتی من با شما نگفتم که از دختری او دست کشید. رو اکنون چیکاره که میخواهید کنید؟ نامردی کردی اکه. رو یاسایید بپرانم. کی رو میپرانی؟ همون بیلاموز ها را. پرانی شکار پراندن. خدا چی بپستا؟ شوکت ایستا. دم حکمیم. پایم اون رو باید کنم. کجا میپری تو؟ ایده اون رو باید خواه شوی. میپریم. شوکت صفت نگو. خواهر عروس ما تقلید کردم به معنی نبود، ایش به معنی هست. بدتری آب غرق شدن. خوب شدن. دیگر شما را ناراحت نمیکنند. غرق شدن. کش دارید. به خانه میرویم. رفتیم گفتم. شوکت این صدای چیست؟ پرنده؟ کدام پرنده؟ پرنده سرخور؟ اصلا این نموده پرنده های بدبخت را کشتن لازم. پدر جان پرنده خورو نپرونید. پرنده پروندن گناه است. ها پدر جان گوش کنید، صبحهایتان کم می شود. خاموش گفی پدر جانو نکن. پرنده های بدبخت را بپرانم. وای الله ها
حیوان سیرش تمام نمیشه باشه. گوره شوکت گوره پدر جان نفرانید پدر جان نفرانید پدر جان نیست. کی باشد؟ بچه کمیسر هوی کو؟ آخرش شوکت اوف. بچه مرا عصبی نکن. چی من نمیک شوید؟ اینجا چی گپ است ها؟ باید چی را میپرسیدیم؟ یک لحظه میدونید باید ماما تشکر زیاد نمیارزه برادر. کلتکیله زنده باشه میگم. نمیدونم در صبحی بر وقت آمدید از کجا میدونم. اما من شنیدم که یک قهرمان پیدا شده در لباساش ما ستاره شو بیرون میبرامده. میگم من برادر من نباشه که زنده ام. کمیسر لطفاً بگویید که او زنده نیست، چون که اون دیوانه اگر زنده باشد علی از پس من میشود. کمیسرم لطفاً گویید که امو زنده است. این دیوانه برادرم میگم کار کنه ترا من جوابش میگم. لطفاً گویید که زنده نیست کمیسر. سمی میگم زنده. مرده بود آخر مرد نگو که حوض عصبون ویران میشود. روش کن شوکت مرا گناهکار نکن برادرم. او مرده است آخر. برادرم زنده است میگم. میگذار نابود حیوان مترشم برا میگم که برادر مرا مرده نگو او زنده است. او هیچ وقت نمیمیره. بس کنید. بخیر است در صبحی بر وقت. بلای سرتان را میجوید شما. استغفرالله کمیسرم. تنها آمدیم که بفهمیم برادرم زنده است یا نه. من از کجا دونم که زنده است یا نه؟ اما من شنیدم کمیسرم جنگاور هم زنده بوده است. یک جای شده اژدهای سرخ را کشتن میخواستند. درست است کمیسرم؟ اما که قهرمانش میگن ماه ستاره دارد کلاسای ها کمیسر. التماس در گوشم آسک بگو. زنده می بود روی تو را نگاه میکرد مگر؟ چرا نگاه نمیکرده است؟ او برادری من بود، برادری نزدیکی من بود. یک وقت اکای اونال هم کمیسر بود، ولی از سبب اولی که با هم نزدیکی داشتیم با او برادری داشتیم. یعنی من او را کمی گفتم از این رو این کلاس با کشتن اکای اونال هم میتواند گناهکار دانسته شود. برای همین او پنهان میگردد. اگر همین خیل باشد انیق برآمده مرا میکشد. آخر انشالله زنده میبرد تر پاره میکنه. شما در اینجا چیکار میکنید ها؟ چرا از کار بار میکنید زیاده؟ کنانی من سلام. کلتا کلاس زنده ای. چه خیل زنده از پسرم؟ کلاس مرد. اگر زنده می بود چه خیل می مرد؟ جنگاور و اژدها هم زنده هستند. بله زنده هستند. بله کلتا کلاس چی؟ جستجو داریم. ممکن است که زنده باشد. اونای دروغ میگه برای کلتا کلاس زنده ای. آخر میگه ممکن است زنده باشد. شوکت ها یعنی نقشت خوب است. 111%. یعنی گفتنی ما رو با این لباسایمون دیگر نمیشناسند. اباشه تو زیرا ما رو باور نمیکنی. خدای توبه. سمی به خدا هم خرسندی هستم که. چرا خرسندی؟ برادرم کلتا کلاس میگن که زنده ای. حاضر همین خبره میبرم در عروسک میرسونم. شوکت بس کن کلاس گوییت را. اگر عزمی ما رو بیند چی میشود میدونی؟ ما از اینجا با حجره دختر او میدرویم. تو چی خود میترسون چکی؟ عزمی بازی ما ندو زینا پویا را حکم برام. اما فرمان ندهی. ایگه پکم که بردار. صدایت رو نبرار. از همون ویرون شده. تلفن‌های دخترش را گرفته. راستی گپ خودم نمیفوره که ما تلفن بگیرم. یک طرف به. سمی بقال. زود بر آفیس ما. باشه. صبر زیاد کردیم و تمام. باشه دیوانگی نکن. همه رخش رو بخم نغلطون بو. خیلی خوب. شوکت نازیه جان بیا موشکت کنم. دختر پیش. تو داری اینجا چیکار میکنی؟ عشقم یگون کس پیش رحم ما رو نمیگیرن. سمی در کجا هست؟ اینجا هم شدی اما اصلا کی من؟ چرا به اینجا آمده؟ گوش کنید با خدا این بار پدرم شما رو زنده نمیگذارد. روی پدرت سیاه همین کرد ای پیشم برو یکو اینمی دستی راستم کتی شپلاقه در پسی کلاش میفرورم. مجنون میشوم و کوهستان میرویم. فرهاد میشوم کوه ها رو میکفانیم. اصل من برای تو که فرهاد کوه پوش کتی میکفانم. کیه؟ ای وقت پدر چه جان؟ ایادتان سخت لعنتی ها. شوکت جدی کنی پایان شب لعنتی وقت کنی اینجا بیا تو چی خواهد کنی از این دختر حیوان بیایی تو نمیم اینجا بیا حیوان. سمی چون میکنی؟ هیچ چیز نشده است. شوکت بپر این بیا اخر ما این بلندی چه میپرم؟ لعنتی ها بخشش میپرسم از شما. دستم را گیر بگویم. گرختیم خیر.
ایستد در ناموسا جان خوب هست وقتا کجا بگورزد ایستد جان ایده اونا یک جا فهمید متوجه نگورزد ایستد بگویم نگورزد ساختکارها ای مردک ما همین دختره تو را به آب رو گیریدسنیم ایستد با من گوش کنید از دخترهای عزمی دور می شوید اما همین خیل امشب در خانه او نامزدی است اگر یگان دیوانگی کنید هر دویتان رو پوست میکنم امروز در اطراف ننمایید چه خیلی که شما گوید که کنون عشقمان رو در دلمون گور میکنیم اگم شو ملائکه‌ای بگونا گویا که این دروغ‌های تو رو من نمیفهمم حیوانها تو مگر رفیق کلاس نیستی حشرات بله زنده است همین خیلی اگه کنون جان یک بار به زبان مبارکت بگو زنده اگر کلاس زنده باشد در تی خاکم بود روی سمیر تو را پیدا میکند برادرم من این رو بدیلم گفتنی بودم آه هجری این کارو نباید با من میکردی تو را تیرباران میکنم همشهر هجری در کجا استقامت میکند میدونی؟ تو چی کار داری با هجری؟ با تو چی آخیر؟ میپرانم تو با چی میپرانی؟ با تپانچه آب پرانک؟ چه شوخی بود با انا این میپرانم آه هجری من تو را میپرانم و گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ هجری کی هست این دختر؟ نمیشناسم از ما چی میخواد این دختر؟ نمیدونم ولی نیتش خوب نیست با فکرم تو تمام شدی هجری میکشم تو را هجری گوریست که این دختر تو رو میکشد و گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ گهواره بخش گفت آخر این دختر رو نمیشناسم گفتی کو هجری تو به من دروغ گفتی ها؟ این دختر گهواره بخش تو بوده است کو؟ از کجا دارم سنم آخران بار خورد بود دیده بودم من این را به تو نشان میدهم من سیرم هستم تو به همه جواب میدی هجری خیر شوکتشو کنی بیفهمون چی نقشه داریم برای از کمالیسی و کنان دیوانه خلاص شدن جنگاور را استفاده بردن لازم قسم میخورم که در فکری من هم انا همین اومده بود به خدا که میگن دوستان آینه یکدیگرن کمالیسی و کنان دیوانه را به بالای جنگاور میپرتویم جنگاور آنها را بسیار خوب ولی این کمالک سب سیاه باری گذشته در جنگل 10 نفر رو لطو کرده بود جنگاور رو نزند باز برادر جنگاور ای خیلی کمال سیاه تا سب سفید میکنه تن و توشی او را بین فیگورا خیستگی مسکولا شبین خیر چی خیل میکنیم خیل باشه با شوکت همش رو حل کرد برادر فقط عمل کردن در کار عمل خیلی خیلی رفتیم شوکتشو تو چی کار کرده ایستوده؟ آمادگی دیدستم من اینجا جنگاور را ندیده ایستودم ولی لباس قهرمانی فیلمی تصویری رو شباهت میدید ای بچه از هم ارزونش همین بود خریدمش گویا بانو جنگاور رو میشناسه میگم جنگاور رو باور میکنه خیر بیا میرویم ای باشگر او مرا فرور ایجا او بیا مرا گیر پویون فرور حاضر با پیش نفت حاضر او بچه سرم فرگر خوب رفتیم جنگاور آموده هستی همکار؟ آموده هم چکه بر تو ارمه طرف است
салом хонумону. ман қаҳрамоне ҳастам ки шуморо аз канони девона халос мекунам. ту кӣ ҳастӣ девона? ҷанговар. номи ман ҷанговар аст. ин номро фаромӯш накун. канони девонаро мекушам, туро бонуи хонаи худам мекунам. берӯй беҳаё. ёрӣ диҳед, ёрӣ диҳед. гӯшки бону, гӯшки бону, канони девонаро салом расон. имрӯз охирон рӯзаш аст. хайр. ёрӣ. кор ҳал шид ҳамкор. кори бону канони девонаро ҳал кардам. акнун навбати мелиси камоли сиёҳ монд. таваккалат ба худо ҷанговар. кӯаку ҷанг бинемуд. чор тарафтон қибла. бисёр хуб. ҷанговар, садои сигнал аст. полис омадаи зуд аст. думро худа кун. зудтар. ин тарафҳоро нигоҳ ки худо. сар. ҷуравам. сардорам ҷанговар онҷост. дар куҷост? унал. ин ҷанговар нест, охир либоси ин дигар аст. сардорам мумкин ки либосаша иваз карда боша. мумкин ки дар химчиска дода боша, либосаша шушта боша. лаънати чизе ки пӯшад напӯшад, чӣ кор ки хоҳад кунад, вале ин бор аз дасти ман халосӣ надорад. ман чӣ кор кардам? ба умеди ин корҳоям канун фаҳмад маро мекушад. писарам, ин ҷанговар чаро дар рӯз баромадааст? сардорам шояд хостааст ки касеро дар рӯзӣ наҷот диҳад. охир чӣ мегӯям? ҳам мардаку қаҳрамон аст. вампиро дар шавӣ мебурад. намира намедонӣ? ҳозир холаи қаҳрамонро нишон медиҳам. нашунидӣ ба хонубонӣ чӣ гуфтааст? сардорам, ҳамон мардакай. чӣ коре ки набошад? худо бигирад, бензинш тамом шуд. ҷанговар! ҷанговар бест! исто! ҷанговари лаънатӣ, ту ин бор маҳв мешавӣ. ака қурбонат шавам, ин корро ба полисҳо гузорем чия? кадом полиса? не кадом полис? ҳайвони ту манро дастгир карда, пӯст карда, аз пӯсташ тавлак месозам. боз моро пӯст накунада? чӣ гуфтӣ? вай гуфтам ака, пӯсташ мекунем, тавлак месозем, мекушем ӯро. рафтем. сардорам, ҳама ҷоро дидем, дар ин ҷо нест. охир пад ҳама ҳамин ҷо омода. гӯё ки инҷо ошнаҳор боша. ба худо дастгирам кунан ку пӯстум мекунам. худои меҳрубони мане. шумо дар ин ҷо чӣ кор доред? як бор сахт гап назан комиссар, ақаллан як бор бо дидани мо хушҳол шав. мардак, чӣ гапа? чӣ мекунӣ ҷа? ин нама камамиҷа. чӣ хел вақтам хуш шавад? вай одам мегурезад. зин мезанем. давлевент. исто, мепаронам. ака канун мани ма бесе?
جنگاور بس خدا بگیرد توفلا من نخرده من مگه نمیگویم. تو چی که به خانم بانو با چشم بد نگاه کردی؟ تمام شدی. به خدا گذشتن تماما کار جنگاور نیست آخی. یک کور نداری پس جنگاور میدم بیعقل چی کنه؟ به خدا بگیرد جنگاور کشتیمونه. خلاص گپ که زندگی ادامه داره سلامت باشید دوستان عزیز. کاری بزرگ کرده اونار. این آدم رو دولت سالهاست که جستجو دارد. چهره این آدم سری دولتی است. هر چی که دیده در همین جا میماند. یگان کس نفهمد. چه خیلی که خواهی سردارم. ای شوکت روسیا چیکار بود که تو کردی؟ خدا زد روسیاشت. این خوابش رو بکش. البته سردار پشتت رو گردان. یس نجام. این شعری نه کی باشه و آی شوکت همکار شیرقو لیوا سازی کماندیر. این جنگاور نیست انیقو نیست سردارم. شما مگر ما رو مسخره دارید؟ جنگاور رو نیفتید و با جای دیگر کس رو گرفته آوردید. نه اکای اونا لو لیوند یگان گناه ندارم کماندیر. این کاری شما رو این خیل نمیگذارم. بگذار دیگرها فکر کنه که جنگاور در دستی ما است. این رو با کسی نگوید. ای تو سردارم. قاش و قواق کماندیر بین عصبی شی. ای سردارم من به شما گفته بودم که این جنگاور نیست. آخه این لباس سرخ پوشیده است. شوکت ایزو سرخک است. ای شوکت بیعقل. لباس اینوپلنتیان پوشیده فهمیدم. لباس ساختمانی پوشیده همه جا رو کندی باز هم فهمیدم. بیعقل سگ. لباس سرخ پوشیده. من جنگاورم گفته در کوچه ها میگردی خودت را کشتن میخوای. تو حیوان هستی بیعقل دیوانه. از جانت بیزار شدی؟ استغفرالله سردارم وضعیت رو میفهمونم. یگان نفر گپ نزن لعنتی گپ نزن. کنعان دیوانه در بیرون است. با او دیم نه اک التماس اکای اونال جون قربانت شوم چی کاری میکنی بکن نکی من داده سی کنون دیوانه نده. دستونش را کشو. اطاعت سردارم. بخشش زیاد برادرها. من اینجور خشور نمیدونم. یگان کابینت خالی باشه من لباسم علیش کنم برادرها. خبشید ابله. حاجت خانم باشه میشه. روگم شو. تمام سردارم من این رو میبرم مسئله شما. اکای اونال جون رحمت کلام خیکه. ادب شو. همکار بوده است. بی شرف حیوان. نمک مرا گوش کن. که بودن این جنگاور معلوم که شد در حال یگان جنایت کرده با درون میدرایی و او را در درون میده کرده میکشی. اکا چرا من کنم؟ شرف در اومده کشد. چرا من میکردم؟ خودت کردن گیری؟ خاموش باشید. خاموش. گفتم را کنید. کسی که به خانم بانو زبان درازی میکند مکانش قبرستان است. شوکت؟ اولیا حضرت سوزی؟ دیوانه تو در اینجا چی میکوبی؟ اکا نپرس. گفتن که جنگاور قبلیان تماشاکنی آمدم که یکی او پاد دروغ کرده. بله ما هم برای او آمدیم. کی بوده است تو؟ اکا جان یک بی عقل من جنگاورم گفتن نقاب کشیده در کوچه ها میگشت است. چی گفتی؟ یک آدم بی عقل نقاب کشیده جنگاورم گفتن در کوچه ها میگشت است. چی گفتی؟ یک آدم بی عقل نقاب کشیده من جنگاورم گفته در کوچه ها میگشت است. چی گفتی؟ چی گفتی؟ یک آدم بی عقل نقاب کشیده من جنگاورم. تمام فهمیدم. تمام. شفتم فهمید شما حیوانا وزرم نفهمیده. اکا مرا باور نکنی رفته از کمیسر اونال میتوانی پرسید در درون است.